یا مطلبه که در طلب میری، از روز مکن شکوه که شب میری. بها بدری خانه قناعت بینماغه، دریا مطلب که تشنه لب میمیری. هر کی خواهد تا دلش پاکیزه بوی تبا بود، چاره ای تدبیر ها در خواندنی قرآن بود. هر کی به قرآن بود او دشمنی ای ما بود. هر کی به قرآن بود همچون تنی به جا بود. هر کی در تعلیم قرآن بار فرز رنج برد، در بیش 800 هزاران نعمتی الوان بود. خوش نشستی بر براقا خوش خرامان در بیشت، تاج خله بر سرت از خلقتی رما بود. گر روای داری که به قرآن بوده فرزند تو، بر توی نه عمره عزیزه
گوش بگفته تای غزل ملای رومه از کان علم هر که علم ها محتوای سلطان غره دوکم بود زیبا کرامت ما میرقصد